در کابل پایتخت افغانستان اعتراضگران بریدن سر 7 گروگان از اقلیت قومی هزاره‌ها در ولایت جنوب شرقی زابل را محکوم کردند. جنگیان صادق به گروه تندروی دولت اسلامی در کشتار این 7 نفر با شمول 2 زن و 1 کودک عیبدار می شوند. جسدهای بی‌سر این گروگانان روز 6 نوامبر بعد ربودن آنها از ولایت همسایه غزنی یافت شد. اعتراضگران حکومت افغانستان را نیز عیبدار کردند که در پس منظری با گروه‌های رقیبش به مثل گروه‌های صادق به دولت اسلامی درگیر شدن جنگیان طالبان جهت تأمین امنیت مردم آسایشته به قدر کافی کوشش به خرج نمی‌دهد. در شهر پشاور پاکستان مالکان و کارگران یک چاپخانه‌ها خصوصی وزیر معارف ولایت خیبر پختونخوا را کوفتند. آنها از قرار حکومت که اندازه کتاب‌های درسی را 17% بالا برده است به خشم آمده‌اند. اعتراضگران خصوصی وزیر را در آخر آتش هم زدند. آنها میگویند افزایش انداز به تجارت آنها آسیب میزند چون که فرمایش چاپ کتاب‌های درسی به چاپخانه‌های ولایت‌های همسایه که آنجا انداز پایان‌تر است خواهد رفت. از علمای اسلامی پاکستان خواستند تا جهت مبارزه با بیماری پولیو یا فلج کودک تلاش بیشتر نشان دهند. در انجمن یک روزه در پشاور که روز 9 نوامبر دایر شد از روحانیان خواستند تا در موعظه‌های روز نمازهای جمعهشان پیرامون اهمیت واکسن زنی برای کودکان تا 5 ساله صحبت کنند. افراطیان مذهبی پیوسته به طبیبانی که در معرکه‌های واکسن زنی شرکت می‌کنند حمله می‌آورند و این سبب افزایش موردهای گرفتاری به فلج کودک در پاکستان می‌شود. این بیماری می‌تواند گرفتاران به خصوص کودکان را فلج کند. پاکستان از انگشت شمار کشورهای دنیاست که تا حال نتوانسته است ویروس فلج کودک را از بین برد.